سلام. قبل از هر چیزی مدل خانم ناهیدی کیانی تبریک میگم و برای من به شدت ایشون هم عزیز هستن همیشه. ما همه هموطنیم و اینکه یک نفر اگر تصمیم بگیره بره و یک مسیر دیگه رو انتخاب کنه نباید مورد غضب قرار بدیم، بهش بی‌مهری کنیم، طعنه بزنیم، کنایه داشته باشیم نسبتش. این ترانه رو من برای خانم کیمیا علیزاده نوشتم و همه اون عزیزان که احساس میکنم که می جنگن و امید دارن برای زندگی. دور از این خونه چی داری جز غم دوری و غربت؟ تو یه عمره که غریبی وسط شوق یه ملت. جنگ نابرابر ما به دل میدون کشیده، یکی اون ور یکی این ور، هیچکی روز خوش ندیده. حال روزمون یکی نیست، تو مسافری همیشه. ما نشستیم تو قطاری که از هیچ جا رد نمیشه. بغض تو غم یه شهره که تو سینه تو مونده. تو به جنگ نترس عزیزم، آتیشت مارم سوزونده. دلت از حرفای مردم داره از جا کنده میشه، اما نترس، آخرش یه روز یه جایی صبر تو برنده میشه. حال روزمون یکی نیست،